السلام علیکم. د کابل پوهنتون د ټولنیزو پاړو درنو کتونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د ځانګړې مرکې په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له رئیس استاد وثیق الله شریفي صاحب سره دغه خپرونه ثبتوو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. موږ به په دې خپرونه کې په دې مرکه کې د ښکلو هنرونو پوهنځي په لاسته راوړنو ارزښت باندې او دغه راز په راتلونکو پلانونو باندې خبرې وکړو. رئیس صاحب بسیار خوش آمدید، خسته نباشید. تشکر، سلامت باشید. بسیار تشکر. در نخست رئیس صاحب اگر به ارزش پوهنځی هنرهای زیبا صحبت کنید بسیار خوب. بسیار خوب. به نام خدا عرض سلام و خوش آمدید دارم خدمت شما. پوهنځی هنرهای زیبا یکی از مهمترین نهادهای آموزش عالی هنر در سطح افغانستان می باشد که در پوهنتون کابل در چوکات پوهنتون کابل فعالیت دارد. پوهنځی هنرهای زیبا در جامعه، در ساختن اذهان جامعه و در سوق دادن مفکوره جمعی به سمت سوی مثبت و مثبت اندیشی رولی اساسی دارد و یکی از تاثیرگذارترین زبانی تصویری در جامعه می باشد که میتونه پیام‌های خوب و مثبت برجسته بسازه و در اصلاح جامعه و در ساختن اذهان جامعه و در سمت سو دادن اذهان جامعه به طرف ارزش‌های اساسی انسانی نقش ایفا کنه. بسیار تشکر. رئیس اگر برای ما و بیننده های عزیز بگویید که دستاوردهای اواخر اگر صحبت کنید که دستاوردهای اواخرتان در مورد چی از مورد هنر؟ دقیق. بعد از تحول پوهنځی هنرهای زیبا یکی از پوهنځی‌هایی بود که اکثریت کادرهای علمی خود از دست داد و اکثریت کادرهای ما به خارج از کشور سفر کردند. دستاوردهای اساسی پوهنځی هنری است که ما توانستیم در مدت بسیار کم دوباره کادرهای علمی خود را پر بسازیم، دوباره پوهنځی از نو احیا بسازیم و تمام دیپارتمنت های خود فعال بکنیم که خوشبختانه بعد از تحول بدون کدام تغییر تمام دیپارتمنت های ما فعال است، فعالیت میکنن، محصلین ما وجود دارن و درس های ما به صورت نرمال پیش میره. یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای ما انکشاف و دوباره سازی نصاب تحصیلی پوهنځی است که ما 3 دور کلستری پوهنځی در وزارت تحصیلات عالی به پایان رساندیم و نصاب پوهنځی از تمام رشته های پوهنځی دیپارتمنت ها را ما نصابش مکمل بازنگری کردیم و مطابق به نیاز روز جامعه و آنچه که علمی نوین در سطح جامعه در سطح دنیا اقتضا میکنه نصاب یازی ما دوباره ساختیم و نصابش جدید کردیم. بسیار تشکر. د کابل پوهنتون د ځانګړې مرکې د خپرونې لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایو په دې چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. رئیس صاحب د افغاني اصلي فرهنګ لوړونې او نندارې ته وړاندې کولو په برخه کې د هنرونو پوهنځی مهم ارزښت لري و جایگاه بسیار مهمی خود دارد. در این مورد دستاوردهایتان چی است؟ بله، پوهنځی هنرهای زیبا همان گونه که شما ذکر کردین یکی از پوهنځی‌هایی است که در تبارز هویت فرهنگی، تاریخی و ارزش‌های اساسی جامعه ما و شما که جامعه اسلامی است رول اساسی خود دارد. پوهنځی هنرهای زیبا با پیشکش نمودن و با تولید کادرهای برجسته علمی در بخش‌های مختلف هنری توانسته در نقش برجسته ایفا بکنه در تبارز هویت فرهنگی و هویت تاریخی دیرینه کشور ما که از آن جمله میتونیم وزارت اطلاعات فرهنگ در نظر بگیریم که اکثریت ریاست ها و معینیت های وزارت اطلاعات فرهنگ حاصل کادرهای تخصصی پوهنځی هنرهای زیبا هستند که در چوکات اونجا فعالیت میکنن و در تبارز هویت فرهنگی افغانستان نقشی سازنده ای دارند و در این حال ما توانستیم که از طریق تولید آثار هنری در چوکات پوهنځی تمام ارزش های دیرینه تاریخی فرهنگی و ملی خود در آثار خود داشته باشیم و در نمایشگاهی که ما نمایشگاه دائمی در داخل فاکولته داریم و گالری داریم در اینجا تمام ارزش های فرهنگی و هنری خود حفظ داشته باشیم و در این حال دیپارتمنت های ما که در رسانه ها نقش دارند اینا توانستن از طریق فعالیت های علمی و فعالیت های مسلکی خود در بخش رسانه ها در رسانه های چاپی و رسانه های دیجیتالی تبارز هویت فرهنگی را برجسته بسازند و هویت فرهنگی ما و شما را به سطح دنیا به نمایش بگذارند. بسیار تشکر. بخیر باشین رئیس صاحب. د هنري تمثیل وړاندې کولو په برخه کې د محصلینو پر ظرفیت لوړونې څومره کار شوی رئیس؟ در بخش هنرهای نمایشی که ما دیپارتمنت های تئاتر، سینما و ادبیات نمایشی رو داریم، این دیپارتمنت های ما فعالانه در حال
تربیه کادرهای برجسته و جوان هستند و ما تانستیم که چندین برنامه موفقانه در سطح پانتون کابل با حضور داشت مقامات ارشد اماراتی از جمله وزیر صاحب تحصیلات عالی، معین صاحب وزارت تحصیلات عالی، رئیس پانتون کابل، معاونین پانتون کابل چندین برنامه نمایشی رو داشتیم که برجسته ترین آنها از جمله یک برنامه‌ای که اخیراً ما در ارتباط به محیط زیست داشتیم که چی باید کرد که ما رسالت جامعه را در قبال محیط زیست خود از طریق پارچه تمثیلی به نمایش گذاشتیم و به میشه ترتیب در جریان یکی دو سه سال ما برنامه‌های نمایشی متعددی را در پانتون کابل در تالار پانتون کابل برگزار کردیم. بله بسیار تشکر و زنده و سلامت باشید. لاړوندو ادارو سره د ګډې همکاري په برخه کې څومره تړونونه لاسلیک کړي؟ دقیق ما در قسمت هماهنگی و همکاری میان ادارات زیربط ارتباطات خود برقرار کردیم که از آن جمله ما همراه با آمریت تئاتر ملی وزارت اطلاعات فرهنگ یک تفاهم‌نامه را روی کار داریم. از آن جمله ما با ریاست افغان فیلم همکاری‌های داشتیم که از این جمله ما میتونیم یادآوری کنیم که با بعضی از نهادهای خصوصی در قسمت کارآموزی محصلین خود و در قسمت در اختیار گذاشتن وسایل تکنیکی و همچنان دوره های کوتاه مدتی آموزشی تفاهم‌نامه‌ای را نو به امضا رساندیم که انشالله روی دست است پلان‌ها که ما بخیر بتونیم هویت فرهنگی و هویت تاریخی هنر خود دوباره بازسازی کنیم و هویت سازی هنر را بالا ببریم و در تمام اقشار جامعه فعالیت هنری خود گسترش بدیم. بله ډیر زیاته مننه. رئیس صاحب د ښکلو هنرونو پوهنځی یو داسې پوهنځی ده چې هغه د عامه اذهانو په جوړښت کې مهم رول لري. شما در صحبت‌های آغازتان گپ شما زدین. در این مورد شما چی کردین؟ کارهایتان چی است؟ دستاوردهایتان چی است که اگر بخوایم معلومات بدهید این مورد؟ بله. خب پنزه هنرهای زیبا، رشته های پنزه هنرهای زیبا همان گونه که قبلا هم یادآوری کردم رشته هایی هستند که زبانی تاثیرگذاری تصویری را دارند. یعنی دپارتمنت های ما، رشته های ما مانند گرافیک دیزاین، مانند سینما، مانند تئاتر از طریق اجرا و نمایش و از طریق به طور مثال مهارت های کامپیوتری خود اینا به شکل تصویری پیام ها و مفاهیم به شکل ساده ساخته شده به جامعه میرسانند و خودی امی پروسه که ما به شکل تصویری میسازیم و محتویات مغلق میاریم ساده به جامعه تقدیم میکنیم بسیار تاثیرگذاری داره در ساختن اذهان جامعه. به خاطری که ما در نسل فعلی با یک نسل مواجه هستیم که زیادتر با سوشال میدیا، با دنیای دیجیتالی و با دنیای تصویری روبروست و ما با مقدار انبوهی از محتویات تصویری سر کار داریم که این محتویات تصویری از تلویزیون و سینما و فیلم گرفته تا تمامی مسائلی را که ما روزانه با اونها سر کار داریم میبینیم در بر میگیره و در ساختن ازی به شکلی فرهنگ افغانی و ارزش‌های اسلامی مسئولین ما نقش داشتن و در جامعه در سمت سو دادن اذهان جامعه به این سمت ارزش‌ها نقش کلیدی را ایفا کردن. بسیار تشکر رئیس صاحب. در مورد پلان‌های آینده تان اگه صحبت کنید خوش میشم. بله. در پنزه هنرهای زیبا ما پلان داریم که روی هویت سازی هنر آنگونه که باید هنر در جامعه شناخته شود کار بکنیم که ما پلان تبلیغاتی داریم و پلان عملیاتی داریم که ما پنزه هنر چگونه بتانیم هویتی از این دوباره احیا بکنیم و در اذهان جامعه آنچه که اساساً هنر است و آنچه که هنر میتونه برای جامعه انجام بده در تحولات جامعه سهم بگیره، در سمت سو دادن اذهان جامعه سهم بگیره، نقش بازی کن باشه و به عنوان یک عنصری از تمدن سازی در زندگی مدنی جامعه ما رول خود بازی بکنه. در این سمت سو ما پلان‌های عملیاتی و پلان‌های تبلیغاتی داریم تا هویت هنر را دوباره بازسازی بکنیم و در این حال ما پلان‌های دیگری که در آینده داریم است که ما برنامه ماستری خود تقویت ببخشیم که ما یک برنامه ماستری فعلا داریم که خوشبختانه فعالیت داره و فعلا صنف‌های ما در جریان است، تدریس میشه. ما برای تقویت برنامه ماستری خود پلان داریم که ترفیعات علمی استادای خود زودتر تشویق کنیم، پیش ببریم و استادای واجد شرایط خود برای برنامه ماستری زیاد بکنیم و در این حال کمک بگیریم از نهادهای مرتبط و
همین رقم بورسیه هایی که برای استادای خود مهیا بسازیم تا تقویت برنامه ماستری ما به صورت اساسی صورت بگیره و در آینده تصمیم داریم که در بخش های مختلفی هنری که ما فعلا صرف یک برنامه ماستری داریم، برنامه ماستری دیگه ایجاد بکنیم تا تخصصی تر در رشته هایی که تدریس میشه و موجود است در فاکولته برای هر کدامش به صورت تخصصی ما ماستری داشته باشیم. و پلان بعدی ما است برای آینده که ما هر دیپارتمنت جداگانه را ما به صورت اساسی از آغاز، از بنیاد و از اساس تقویت ببخشیم. منابع آموزشی، منابع کتابخانه‌ای و منابع کمک درسی هر دیپارتمنت خود تقویت ببخشیم و به خاطر از این ما تصمیم داریم که با نهادهای مرتبط داخلی اول همکاری خود آغاز بکنیم و در این زمان با بعضی کشورهایی که از نگاه ارزش‌های تاریخی، ارزش‌های فرهنگی، ارزش‌های اسلامی با ما مشترکات دارن با اونها ارتباط بگیریم و به خیر دیپارتمنت‌های خود تقویت ببخشیم، چرا که ظرفیت وجود داره به خاطر پیشرفتی تمام دیپارتمنت‌ها و رشته‌های این پنزه به خاطر از این که ما به عنوان یک کشوری دارای تاریخ دیرینه 5000 ساله افتخار میکنیم که ما هنری افغانی خود داریم و ما برای تقویت از این برنامه خود تقویت میکنیم تا تمام رشته های ما قوی به جامعه کادرهای تخصصی بتونن که تقدیم کنن و در خدمت جامعه قرار بگیرن. بله بسیار تشکر رئیس صاحب، زنده و سلامت باشئ. د کابل پوهنتون د ټولنیزو پوهنو درنو کتونکو د ځانګړي مرکې برخه مو چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له رئیس استاد وثیق الله شریفي سره جوړه کړه، تاسو ته وړاندې کړه تر بیا بلې خپرونې چې زه محمد رسول کامران ستاسو درنه حضور ته راځم د کابل پوهنتون د بلې پوهنځي له رئیس صاحب سره چې به موږ مرکه کوو. تر هغه پورې بخښنې خدای سپارو، پاتې ژوند مو نیکمرغه، آباد اوسئ.